عزیز برادر، ببین در جامعه سنتی امروزه، در جامعه سنتی امروزه که ما داریم، فضای همجنسگرا تنگ است و این را جامعه نمیپذیرد. جامعه تاجیکستان یک جامعه سنتی است و وابسته به این جامعه سنتی باید حکومت را چکار کرد ساخت. هر یک منطقه نیاز به فرهنگ اصلی خود دارد. ما باید از فرهنگ خود استفاده کنیم و در فرهنگ ما دو جنسی موجود است و ما باید با دو جنس چکار بکنیم، احترام قائل باشیم و همون طوری که پروردگار گفته است و با او راه بریم. و اگر در مابین ما اشخاص پیدا می شود و باید همون طریقی که قانونگذاری آن منطقه موجود است، یعنی که دولت رو مردم انتخاب کردن و اگر ما نظر کنیم 50% مردم برآمد یک قانون را قبول کرد که دیگرها باید طبق اساس همون قانون برود، پس اونی که اکثریت نیست و قانون اکثریت رو باید قبول کنیم. یعنی ما نباید اینا بگذاریم. البته تبعیض نباید وجود داشته باشد، ولی اکثریت همیشه سخنگوی اونی است که امروز چرا ما به اینجا اومدیم داده شدیم که وطن ما به اینجا اومد رسید، چون اکثریت امروز دولت را اداره نمی‌کند بلکه چهار شخصیت می‌کند. اگر اینجا ارائه اکثریت باشد، رأی اکثریت باشد، در اون صورت چنین واقعه‌ها به میان نمی‌آید. فرقی نمی‌کند نظام چی باشد، دینی است، دموکراسی است، کمونیسم. مهم این که عدل در او وجود داشته باشد، بر اساس منفعت مردم همون منطقه گرفته شود. جامعه ما امروز منفعتش چی است؟ بر اساس کدام منفعت میتواند زندگی کند؟ مثال عادی میگیریم، امروز در تاجیکستان روز یکشنبه روز تعطیلی است. مردم روز جمعه تقریبا همه مسجد میروند. روز جمعه طبیعتا هیچ کار نمیکنه. پس منفعت مردم ما چرا طلب میکند که روز جمعه باید تعطیلی باشد و یکشنبه روز کاری؟ بله. منفعت مردم را در نظر باید گرفت. تو اینه که ما باید در کار مردم دخل خلل نرسانیم در کارهای حکومتی. امروز فرزندای یک تعداد انسان ها از مکتب میگریزن، از دانشگاه میگریزن تا بروند نماز جمعه شون بخوانند. خیلی ضرر میرساند به جامعه، چون منفعت جامعه ما دیگر چیز است. باید این چیزها را در نظر گرفت و وابسته به اساسهای منفعت جامعه حکومت را ساخت. اینه که نه امروز اصل چی است؟ میلاد است، ما با کلندر میلادی میریم، باید جمعه. نه، چرا؟ جامعه ما 99% مردم مسلمان است، پس مشکلی ندارد که جمعه روز تعطیلی مسلمان ها باشد. روز یکشنبه روز تعطیلی نصرانی هاست و نصرانی هایی که مثلا 0 از 10 مثلا 0 از نمیفهمم 1 درس هیچ هم نداره، باید احترام قائل باشد. در همین حالت در بعضی چیزها باید ما ببینیم اساس منفعت مردم که جامعه ما به قدم راه می رود و بر اساس راه جامعه برنامه رو پیشنهاد کنیم. بله، خود درست گفتی که تو میتونی حمایت کنی، برنامه تا پیشنهاد کنی، ولی برنامه پیشنهاد کرده خودت که مثال بگیرم در جامعه ما امروز گفته که من روز جمعه را مثلا مثال بگیرم، روز یکشنبه را من روز استراحتی تعیین میکنم، مثلا همجنسگرا را اجازت میدیم کار فعالیت کنن، زندگی کنن، مثلا میتونن یا دیگر ازدواج کنن. اگر هیچ اجازت دادی فکر کنی مردم تاجیک را انتخاب میکنن؟ البته که انتخاب میکنن. برادر عزیز راست همون 3-4 نفره که میگن که شما دموکراسی اروپا را میاره، اینو در دموکراسی فقط هم جنسگراییش دیدن، در دموکراسی اینو ندیدن که بگیم که سطح زندگی مردم ندیدن، آزادی بیان اینو ندیدن، اینو تنها بگیم که همون بیرق سبزکو دیدن. و همین خاطر من میگم که اگر همون خیلی باشن، من بگیم که اونا را پشت پناهیشون دیگه افشون نکنیم. مثلا من در بریتانیای کبیر قرار دارم. در بریتانیای کبیر تقریبا 18%ش مسلمان. ما روز جمعه روز تعطیلی نداریم، روز یکشنبه داریم. ما که اکثریت نیستیم مسلمان ها و اونی که اکثریتا احترام قائلیم. درست؟ اینها دولتشون است، ما احترام و حرفی نمیزنیم. هیچ مسلمانی که در اینجا تولد شده شهروند همین کشورن اعتراض نمیکنه که روز جمعه را تعطیل کنه، به خاطری که اکثریتن و احترام میگذارن. و همین گونه در تاجیکستان هر دینی دیگه که موجود باشد و اکثریت نباشد، باید با اونی که اکثریت از احترام، این برای خودی همین است. مثلا بیشتر نصرانی ها این در نظام دموکراسی زندگی میکنند. نظام دموکراسی رأی اکثریت قبول دارد. رأی اکثریت همون باشد که باید مردم در روز جمعه مثلا تعطیل باشن، باید همون میشه.
باید احترام بکنیم. و به همین اساس ما باید در تاجیکستان یک نظامی بسازیم که بر اساس خواسته مردم باشد. حالا نیم شب اسم شب بگذار مثلا عدالت پروری، وحدت سالاری، فرقی نمی کند، هر اسمی بگذار، مهم بر اساس خواسته مردم باشد و مردم واقعا اون چیز را میپذیره و به رأی میده. و اگر اسم شب مثلا او را اومدی بر اساس رأی مردم نخواستی، هزارها وعده به مثل رحمانوف و این مثل حکومت رحمانوف این باره میسازی، یا اینی که مجبور میسازی نصرانی ها را که طبق اساس مردم مسلمان زندگی کنند، یا مسلمانی ها را مجبور میکنی طبق اساس این زردشتی ها زندگی کنند، یا زردشتی ها را مجبور میکنی مثل اساس همجنسگرایی ها زندگی کنند. یعنی این گونه کار میکنی. برای همین اساس این است که مردم ما و احزاب‌های سیاسی و فعالان جامعه مدنی باید تمام خواست‌های جامعه ما را بیاموزند، هر منطقه را خاصیت‌هاشون را بیاموزند، فعلا و رفتارهاشون را بیاموزند، دین و فرهنگ و تمام چیزاشون را میاموزند و بر اساس این بعد چیکار میکنیم؟ ما در تاجیکستان یک حکومت میسازیم. وقتی که زمان شوروی، پیش از شوروی، وقتی که اومدن حمله کردن طرف آسیای مرکزی، ملت‌ها را آموختن کدام ملت بر کدام اساس اداره کرده میشه، چگونه ما میتونیم این ملت‌ها را اداره کنیم. و در اساس ملت تاجیک یک چیز نوشتن، گفتن ملت تاجیک هر گونه ادارهش میکنی اجازت میده مگر اینکه به زنش دست درازی نکنی. به زنش دست درازی کردی و تو اجازه حاکمیت نمیدی. و اومدن بر اساس همو با ما حاکمیت کردن. اول اومدن آموختن نازکی‌های ما را. پس ما باید نازکی‌های ملت ما را بیاموزیم و بر اساس نازکی‌های ملت ما حکومت را چیکار کنیم؟ تشکیل بکنیم. وگرنه ما به خواسته مردم گوش ندهیم، بر اساس نازکی‌های مردم کار ندهیم، مثل حکومت رحمان رو باید بکنیم. بیایم با قوه یک حکومت غربی مثل که فرانت خلقی با سردار امامعلی رحمانوف و با قوه فدراسیون روسیه اومد زد همه را کش حکومت گرفت و حاضر اداره میکنه، باید این گونه باشه. اگر ما میخواهیم که مثلا نظامی را که یک حزب میخواه همون باشه، پس این گونه باید باشه. وگرنه اون طوری که من گفتم باید اون طور باشه. باید ملت بر اساس خواست آن دولت و حکومت ساخته شود و اون گونه